بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم که در جمله حقوق اطفال می باشه و چی هست که مسلمان ها باید برای چی کنن؟ برای اطفال خود نام های بسیار خوب و نام های اسلامی بگذارن. بهترین نام ها برای پسرکا چی است؟ عبدالله و عبدالرحمن است و نام هایی که بندگی را به الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، مثلا عبدالله، عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالستیر، عبدالوهاب، عبدالغفور، عبدالرحیم. این بهترین نام ها هست. همین قسم پسرها بهترین نام ها نام های پیغمبران علیهم السلام است، مثل یحیی علیه السلام، مثل محمد صلی الله علیه و سلم. نام فرزندان محمد بانین یا عبدالله بانین، یا مثلا نام پسرای دارن نام های پیغمبران آدم علیه السلام، نام یوسف علیه السلام. این نام های پیغمبران علیه السلام که در قرآن ذکر است یا در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای گذاشته شد. بعد از اون نام های اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. چرا؟ این نام هایی که صحابه داشتن اگر کدام نام غلط می بود باز رسول الله صلی الله علیه و سلم او را تغییر میداد. پس نام هایی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام داشتن و اونا را تایید کرده، به این معنا هست که این نام ها چی هسته؟ تقریر شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همین قسم برای دخترک ها نام های صحابیات، مثلا نام های او خانم های صحابه که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم نامهای از اونها را تایید کرده. چرا؟ اگر نام غلط می داشت حتما تغییر میداد. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه یک صحابی میره و میبینه که نام دخترکش بره هست. وقتی که بره هست باز میگه که نه ایده نیکوکار. بره چی معنی نیکوکار؟ ورش میگه که نام از زیر به جمیله تبدیل بکنین. پس بهترین نام ها مثلا نام های صحابیات است، مثل بی بی عایشه، بی بی فاطمه، بی بی سمیه، بی بی خوله، بی بی نصیبه، مثلا دیگه نام هایی که صحابیات داشتن. از اینا را ما و شما نامایش بگیریم برای اولاد خاص بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.